اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اقتصاد به معنای تولید، توزیع و مصرف ثروت موضوع عام بحث ما بود. متغیرهای تاثیرگذار در هر این سه موضوع خاص بود. دو دسته متغیر در تولید ثروت تا مصرف ثروت تأثیر دارند. بعضی از متغیرها متعارفه که در تمام علوم متداول اقتصاد در تمام دانشگاه‌ها ارائه میشه و صاحب نظرانی پیرامونش طرح موضوع میکنن و اظهار نظر. و یک دسته متغیرهای غیر متعارف، بعضی از امور هست که علوم اونها رو هنوز بهش اعتنا نکرده که مطالعه کنه، که استخراج کنه و فرایند تأثیرش رو آزمایشگاهی کنه یا تبدیل بکنه به یک فرضیه‌ای که حداقل محتمل الخطاست، قابل اعتنا. این موضوع اخص ماست. پس موضوع بحث تأثیر متغیرهای غیر متعارف در تولید و توزیع ثروت. شیعه خاصتاً و اسلام عامتاً حرف برای گفتنش اینجاست عمدتاً، و الا در قسمت اول عقلاء القوم هرچه بگن تقریباً اسلام امضا میکنه. اختلافاتی که در متغیرهای متعارف در علم اقتصاد در دانش بشری وجود داره، اسلام دو تا راه طی کرده است. یا میاد به عنوان یکی از نظرات در عرض بقیه نظرات عرض نظر میکنه، یا میاد یکی از نظرات رو صحه میگذاره برش و امضا میکنه. مثلا بین نظریه لیبرالیستی و سوسیالیستی در اقتصاد، در توزیع ثروت نه در به دست آوردن، اسلام با احترام به سرمایه، با احترام به مالکیت خصوصی که نظام لیبرالیستی میگه، عدالت اجتماعی را که نظام سوسیالیستی میگه هدف قرار داده. حالا باید فرایندی را تعریف کنه که بتونه سرمایه گذار شخصی سرمایه زیاد بشه، عدالت اجتماعی هم احراز بشه. اینجا اولا اسلامیزم در کنار سوسیالیسم، در کنار لیبرالیسم یکی از نظرات رو داده، هیچ کدوم به تنهایی قبول نکرده. اما در رابطه با اینکه پسنداز که در اقتصاد خرد خوبه، در اقتصاد کلان هم خوب هست یا نیست، اسلام اومده یک نظر رو قبول کرده که در موردش قبلا حرف زدیم و اصلا اعتقادی به پسنداز اسلام نداره. میگه قناعت، صرف جویی در مصرف، عدم اسراف در مصرف، اسراف در تولید، و بعد از قناعت به جای پسنداز سرمایه گذاری. پس نگه نداریم پول رو، به حرکت بیاندازیم، در جریان قرارش بدیم. قرض الحسن، به دیگران قرض بدیم تا حرکت کنه، وام بدیم و الی آخر. این وده اون نظر رو اسلام انتخاب کرده. این دو تا رویکرد رو داره. ببینیم در نظر داشته باشیم. ولی خب چون بزرگانی در این حوزه حرف ها زدن ما ورود نکردیم. اقتصادولای مرحوم صدر، اقتصاد اسلامی مرحوم مطهری و امثالهم کارهای خوبی انجام شده، اما در قسمت دوم هیچ کس کار نکرده متاسفانه. توانمندی شیعه و اینکه تشیع به عنوان یک نظریه به اقتداری رسیده که هر که خواسته خاموشش کنه بازم نتونسته است،
مال دومی است. یعنی متغیرهایی که هنوز اندیشمندان و دانشمندان غربی بهش اعتنا نکردن که بخوان بخوننش، که بخوان استخراج کنند و تبدیلش کنند به فرضیه. تأثیر گرفتن ناخن جمعه ها در پر کردن جیب. حالا این که ناخن ها رو پنجشنبه بگیرید، یکیش رو بگذارید جمعه بگیرید، اینو کی بهش اعتنا میکنه؟ هنوز دانش دنیا اعتنا نکرده است. به اولی چرا؟ به اصل تأثیر متغیرهای غیر متعارف اعتنا کرده، اما به این مصداق هنوز اعتنا نکرده. چه رسد به این که این متغیر رو بخواد استخراج کنه و بده دست ارباب آزمایشگاه و خروجیش بشه یک فرضیه حداقل محتمل الخطأ. این هنوز نشده. تمام. این موضوع بحث، تأثیر متغیرهای غیر متعارف در تولید و توزیع ثروت، موضوع عام و خاص و اخص مباحثمون بود. پیش از ورود در بحث و فعلا خروج از تأثیر ذکر بر روی اقتصاد و تجارت، چند تا مقدمه رو به عنوان پیشافرض به قدر کفاف فقط ازش یاد میکنیم. پیشافرض هایی است که بعضیمون به صورت دانشگاهی خوندیم و بعضیمون هم که نخوندیم داریم باهاش توی کف بازار دست و پنجه نرم میکنیم. ولی ببینیم در طول این 50-60 سال صنعتی شدن کشور ما به کدامین قهقرای فکری در حال سقوطیم. قهقرای فکری. جامعه کاملا پویا در سطح توسعه یافتگی به سمت صنعتی شدن، اما این دست سرمایه ها به دست فراموشی سپرده شدنه. اول پیشفرض اول، هیچ کسی شک نداره که در دوره های اخیر تجارت و اقتصاد دو قدرت عمده پیشرفته. بله امنیت، اما امنیت زیر ساخت تجارت رو به وجود میاره. قدرت های دیگه هم همینطور. اقتصاد و تجارت دو قدرت عمده توسعه است. این گزاره چه چیزی رو تداعی میکنه در ذهن ما؟ تجارت پیش رونده به سمت سود بیشتر. یعنی هرچه سود بیشتر، سطح رفاه نسبی مردم بالاتر، اون جامعه توسعه یافته تر. این از اصل اشتباهه. به خاطر دلایل مختلف که قبلا مباحثه کردیم با هم دیگه. تعداد شما در برخی از جنگ ها کم بود، خدا شما را در چشم اونها زیاد جلوه داد و اونها تعدادشون زیاد بود، در چشم شما کم جلوه داد تا حمله کردید و اونها ترسیدن و فرار کردن. اما ما فعلا این دو راهی رو که جلومون هست برای تعریف تأثیر تجارت و اقتصاد در توسعه، یکیش رو میگیریم. قبول که توسعه یعنی همین آسفالت شدن جاده های خاکی، بتونی شدن ساختمان های کاهگلی و الی آخر. راه دوم فعلا طلبتون. امیدوارم عرضم را درست رسونده باشم و اعزه بدونن که این دو بخش دوم اصل حرف ماست. نکته دوم، تجارت یه نسبتی با تولید ناخالص ملی و غیر ملی داره. الان ما میشنویم یه چیزهایی از بالا پایین شدن دلار، اون تولید ناخالصی که داخل خود آمریکا داره اتفاق میفته و اون کسانی که برای آمریکا در خارج آمریکا دارن این کار انجام میدن، چه نسبتی با تجارت آمریکا داره و سیاست‌هایی که آمریکا داره در این باب تعریف میکنه. فعلا اون چیزی که به اثبات رسیده است و چه کسانی که به صورت دانشگاهی خوندن، چه اونهایی که نون رو دست مردم دیدن تو کف بازار، میدونن تجارت با تولید ناخالص ملی در ارتباطه. تجارت خوب
تولید ناخالصی بالا. سوم، هدایت تجارت به دو صورت انجام میگیره. یکی با هدایت بیرونی است، مثل اینکه برخی از سیاست‌ها یا قوانین یا آیین‌نامه‌ها یا نهادهایی که میان از سرمایه‌گذاری، تجارت دفاع میکنن، حمایت میکنن. و بعضی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تجارت و به تبع توسعه تولید ناخالص ملی و به تبع توسعه یافتگی کاملا درونی است. اصلا بیرون حوزه تجارت نیست، تو خود تجارت خونه است، در مغازه شماست. هیچ کاری نداره که این مغازه ایران باشه یا آمریکا. یعنی شما در یک کشوری که کاملا قوانین پیشرفته برای حمایت از سرمایه گذار داره تا کشوری که اینو نداره. تو زیمبابوه مثلا شما همین مغازه رو بنا بکنید، همون سودی رو میکنید که در ایران کردید. عوامل درونی تاثیرگذار. عملا بس این تیکه که اومدیم تو قسمت دوم باز خودش دو تکه میشه. ما با قسمت عوامل درونی باز کار داریم. پس قسمت اول هم طلب شما میمونه کنار. یه دسته از عوامل تأثیرگذار در اقتصاد کاملا متعارفه، اینو حرف نداریم روش و حرف هم نمیزنیم. یه دسته از عوامل تولید سود غیر متعارفه، با اینم که کار داریم فعلا حرف نمیزنیم. یه دسته از تولیداتی هست که مال عوامل تاثیرگذار بیرونی است، با اینم حرف نداریم. طلبتون 3 تا فعلا. ما روی یک شاخه اومدیم جلو. فعلا عوامل تاثیرگذار در تجارت، عوامل درونی. تو تجارت خانه ما خوشخلقی و بدخلقی، تاجر چطوری برخورد کنه، با وضو بودن و نبودن، ایمان داشتن و نداشتن، سحرخیز بودن و نبودن، اینا بیرونی نیست، تو خود تجارت خونه است، در خود دکه است. این که کسی نسبت به خانوادش لین باشه و نرم خو، تا اینکه من نسبت به خانوادم سختگیر باشم و تندخو، تو تجارت خونه تأثیر میذاره. آسد سعید. این باز درونی است، یعنی به خود تاجر بستگی داره. اگر تاجر آدم سختگیر باشه، قدیمیان میگفتن چرخ براش سخت میگذره. وقتی شلگیر شد، شلگیر ماشین نه، وقتی که ساده گرفت امورات رو، مثلا خیلی راحت از 37% گذشت، چرخ هم براش ساده خواهد گشت، دیگه گل نمیگیره. این پیش‌فرض سوم. چهارم، این حرفایی که ما با هم میزنیم اگر زمان 300-400 سال پیش در زمان صفویه مطرح میشد، توی 3-4 جلسه سرتش جمع میشد، چون پیچیدگی های بازار مثل الان نبود. بازار بسیار پیچیده شده، هم از لحاظ کمی تعداد موادی که میخواد تولید بشه، توزیع بشه و مصرف بشه زیاد شده است، هم از لحاظ کیفی به گونه‌ای زیاد شده که هر کدام از رشته‌های دانشگاهی، مثلا در مالی، تو خود مالی چندین شاخه شده. این پیچیدگی ها دیگه با مدیریت زمان صفویه قابل اداره نیست. پیچیدگی های محیط فعالیت سازمان ها. 2، فراز و نشیب های بازار. فراز و نشیب های بازار دیگه کاری با پیچیدگی ها هم نداره. یه مرتبه میبینید پیاز از مرغ گرونتر میشه. این فراز و نشیب ها بعضی رو بلند میکنه و بعضی رو هم زمین میزنه. اینجا میخواید چه عوامل درونی رو درون حوزه اقتصاد مدیریت کنید که زمین نخورید، سود کنید ولو پولتون کم بشه. این اقتدار شیعه است. شیعه یه جای حرف داره که علم اقتصاد حرف نداره برای گفتن. پیچیدگی های بازار، فراز و نشیب های بازار. 3، رقابت در بازار. قبلا
کالای رقابتی معنا نداشت. توی بازار یه نفر بود صراف بود کف بازار، یه نفر بزاز بود، فوقش یه شاگرد داشت میرفت ته بازار به احترام استاد یه بزازی دیگه میزد. رقابت را چگونه میشه مدیریت کرد؟ اونهایی که کف بازار علمش هم نخوندن دارن زندگی میکنن میدونن که گاهی از مواقع ندانستن مهارت‌های رقابت باعث میشه که شما رو به زمین گرم بزنه، روزگارتون رو سیاه کنه. نمیدونید رقابت. رقیب شما زیر میفروشه. درست میگم؟ یعنی اون قیمتی که خریده و شما 10% مثلا میکشید روش تا سود متعارف بازار بکنید، هیچ 10% تازه 1 ریال زیر قیمت فروش، زیر قیمت خرید میفروشه. این مهارت رقابت. برای چی؟ برای که تعداد خریدار رو بالا ببره، به تبع پولش برگرده. بعد مدتی هم دستگاهی که میفروشه رقیب شما یه کد بهش میده که اگر شما این بعد مدتی چکاتون پول نشد، خود به خود این دستگاه از کار میفته. میاد سراغ رقیب شما که آقا این کار نمیکنه، میگه چکاتو پول کن تا فعالش کنن. اینا رو شما نمیدونی. خداوندگار سرمایه باشی زمین میخوری. رقابت، پیچیدگی های بازار، فراز و نشیب های بازار، مهارت های رقابتی، فناوری، اینا رو فقط اشاره میکنم. کشف گسستگی های بزرگ در آینده. یه مرتبه شما میاد یه جایی که روی گسل زلزله هست، فرهزاد میاد یه آسمان خراش میسازید. تمام زندگی اقتصادیتون رو میاد اینجا و یه مرتبه با یه شکست از بین میره. دقیقاً در جغرافیای اقتصاد هم این گسل ها وجود داره. یه مرتبه یه ناو حرکت میکنه از آمریکا میاد توی مدیترانه، یه مرتبه پول مجازی وجود میاد، یه مرتبه پولهای مجازی زیاد میشن. اینا گسست هایی رو در آینده داره به وجود میاره که اگر شما این گسست ها رو نشناسید، با مدیریت زمان صفویه نمیتونید روی پا بیستید، چه رسد به این که اصلا به تجارت، تولید ناخالص ملی، توسعه بخواید فکر کنید. غافلگیری های احتمالی، این غیر از گسست های آینده است. غافلگیری های احتمالی یعنی متغیرهای مطالعه نشده. یعنی آدمی که مبتلای به قشوه بوده، مثلا صرع داشته، هیچ کس هم نتونسته درمانش کنه. همه خواستگار، پولدارم هست، خوشگلم هست، پدر مادرم خانواده دارم هست و فقط صرع داره، هیچ کس هم باشه هیچ خانم ازدواج نمیکنه. یه مرتبه یه اتفاق میفته که این تنها مشکل رفع میشه و همه این دخترها تأسف میخورن که چرا اینو ردش کردن. چه اتفاقی میفته؟ ایشون یه تجربه زناشویی قانونی ولی موقت پیدا میکنه، صرعش درمان میشه و با همونی که موقت ازدواج کرده بوده دائمیش میکنه. همه اون دخترها پشیمون میشن. این اتفاق توی پیوندهای اقتصادی هم وجود داره. اتفاقاتی که در آینده ما مطالعهش نکردیم. گاهی از مواقع میتونه یک کشوری را که هیچ کس روش هیچ بابی باز نکرده در دنیای اقتصاد مطرح بکنه. نمیخوام مثال بزنم که برای کسی سوء تفاهم بشه و خدای نکرده مبتلای به تهمت بشه. این هم چهارم. این از پیچیدگی ها گرفته تا این اتفاقات احتمالی در آینده منجر شده به این که تصمیم گیری در مدیریت اقتصاد دشوار بشه. هر کدوم از این 3-4 تایی که گفتیم اومده در یه گوشه‌ای تأثیر گذاشته که من دیگه نتونم مثل پدرم دکه فروش لوازم منزلی امین حضور رو اداره بکنم. دیگه نمیتونم مثل اون، باید با یه روش دیگه ای حرکت بکنم. 5. یه واژه‌ای به وجود اومده که هر کسی در علم اقتصاد طوری تعریفش کرده به نام مدیریت
برنامه‌ریزی، تفکر استراتژیک. این سه تا. مدیریت استراتژیک اون دو قسم بعدی رو شامل میشه. مدیریت استراتژیک تک تک این موارد گفته شده را باید براش تفکر و برنامه داشته باشه. تفکر استراتژیک و برنامه استراتژیک. یعنی شما بدونید الان اگر اون ناو حرکت کرد، اومد توی مدیترانه و دلار بالا رفت و الی آخر، چطوری مجبور نشید به قبول صلح؟ معلومه؟ چطوری مجبور نشید به تصمیم گیری در جنگ؟ این یعنی تفکر استراتژیک. تفکر استراتژیک بعدش باید حتما برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشه و الا منجر به مدیریت استراتژیک نمیشه. و یکی از اون پیچیدگی‌ها، پیچیدگی‌های محیط فعالیت، فراز و نشیب‌ها، رقبا، فناوری، کشف گسستگی‌های آینده و غافلگیری‌های احتمالی زمین تو میزنه. اینایی که به صورت مستمر در نظریه‌های 50 ساله روش مطالعه، تحقیق و اجرا شده. 50 سال یک نظریه روش کار شده. 50 سال یعنی 3 نسل، 2 تا 3 نسل دانشمند کار کردن تا به این نتیجه برسن که اینجا اگر تاس انداختی 3 اومد، نردبون رو رفتی بالا، چطور تاسو بندازی تا 2 نیاد، نرسید به مار که بکشی پایین؟ چطور تاسو بندازی؟ خود انداختنه. تاس همین روزا بازی میکردیم و مارو پله بدجور داره، خودش خرابه، فکر میکنه ما هم تاس بند میگه. این تاس مارو پله رو چطور بندازی که 2 نیاد؟ چون انگشتای شماست که داره تأثیر میذاره توی این تاسی که باید به چه شکل انداخته بشه. بقیه همینطوری علاللهی یه جوری میندازن. حالا یه وقتم دعا کردیم و نیامد. اون موقعی که محمود افغان حمله کرد به اصفهان، اون صفویه دارای اقتدار، پادشاهش رو کرد به ملاباشی وقت، روحانی دربار. گفت چه کار کنیم؟ گفتن ما میریم آش میپزیم، نذر امام زمان میکنیم تا اینا شکست بخورن. استخاره خود حضرت شاه و نذر آش ملاباشی به جایی رسید که اومدن گفتن آقا پشت شهرن، پشت دروازن. خود مغول ها اومدن آشو خوردن و با جاش بردن. امکانم داره یه درست در بیاد. این استخاره و آشو ما تو 8 سال جنگ تجربه کردیم. یه جاهای درست در میمد، میگرفت. یه جاهای یه مرتبه بیمارستان فاو میرفت روی هوا. درسته؟ بگیر نگیر داشت. مثل این که میگن به بعضیا کبوتر میاد، به بعضیا نمیاد. بگیر نگیر داره. استخاره و آش و نذر و یا الله. عرض کنم که مدیریت استراتژیک اگر حتی در دکه کوچک لوازم خانگی امین حضور تا وزارت اقتصاد که انشالله میرسی، حتی من زنده نباشم اون موقع که تو وزیر اقتصاد بشی، یا ایران نباشم مثلا، اگر مدیریت استراتژیک نباشد، یکی از این 5-6 فاکتور زمین میزنه، چه دکه شما را، چه وزارت، چه اقتصاد کل کشور را. تعاریف مختلفی که برای این کلمه شده است، اون چیز رو که ما فعلا علل مبنا انتخاب میکنیم ولی حق حضراتی که پیرامونش مباحث کنیم، اینه که تفکر استراتژیک خلق، آفریدن استراتژی های نوین و تازه است و ارائه یک چشمانداز کاملا وسیع از آینده. این تمام پله ها، تمام مارها در آینده رو شما بتونی بشناسی و اینکه چه حرکتی در این 5 انگشت میتونه چه حرکت هایی در تاس به وجود بیاره. میشه تفکر استراتژیک. و برنامه‌ریزی استراتژیک 2 بخش داره. اول تبدیل همون فکر به اهداف کوتاه و بلند مدت و دوم ارائه
گام به گام، گام های لازم، گام به گام چگونه میشه به اون اهداف کوتاه رسید؟ من میام برنامه‌ریزی میکنم که اگر من این قدم رو پیش بگذارم، حضرت امیر سلام الله علیه میفهمون که شیطان هارت و پورت میکنه. کسی که بخواد کاملا با شما مبارزه کنه وامیسته دو تا پاش جلو، شما میدونی ها، یعنی که اهل دعوا اینا بودن میدونن، صاف وامیسته سینه سپر میکنه، حالا چوبی، زنجیری، سنگی، چاقویی، چیزی در میاره. اما کسی که این کاره نباشه، یه پاشو میذاره جلو، یه پاشو عقب و هارت و پورت میکنه. اگه شما عقب نشستی میاد جلو. اگه شما جلو رفتی، اون پایی که عقب گذاشته رو استفاده میکنه، فرار میکنه. دو نحو مخاطب با شما روبرو میشه. باید بشناسید امکان داره صاف واسطاده باشه، اما چون قبلا دعواچی نبوده بلد نیست یه گام عقب بذاره یه گام جلو. امکانم داره بلده یه گام عقب گذاشته یه گام جلو تا شما رو فریب بده، بری جلو تازه یقتو بگیره. عقرب ها قبلا گفتیم دو نوعن، اینطوری که میگن اهلش. بعضیا دمشون رو روی سرشون میارن، اینا هارت و پورت دارن، سمشون کشنده نیست. یه سریشون دمشون رو دنبال خودشون میکشن، اینا فریب نخورید، بزنه میکشه. حالا اگر همون عقربی که دمش رو روی سرش آورد در تبدل تکاملی یاد بگیره و دمش رو بندازه رو زمین، دیگه کسی اذیتش نمیکنه. ارائه گام به گام های لازم برای پیاده سازی برنامه و تفکر استراتژیک. ششم، هر کدوم از اینا پیشافرز محل انقلتم است. ششم، تفکر استراتژیک میتونه مهارت باشه، میتونه فضیلت باشه. یعنی بعضی ها به صورت ژنتیکی و محیطی متفکرن و معمار یک سازمان میتونن باشن، هیچ مدرکی هم ندارن. مرحوم امیر کبیر خان که دارالفنون رو تعریف کرد و تأسیس کرد، خودش دانشگاهی نبود که، اما مبنای دانشگاه ایران رو گذاشت. مرحوم مهندس پیرنیا که مهندسی ایران، مهندسی سنتی ایران رو 3 ضلع از جمله ایشون پایه‌گذاری شده که مهندسی نخوند دیگه. تا برید عقب‌تر، آلبرت اینشتین کارمند ثبت اسناد بوده، شما فامیل شدید میده، ثبت اختراع اسناد مختلف شد اختراعات، بله، و الی آخر. و این فضیلته. بعضی این فضیلت به صورت ژنتیکی و محیطی، یعنی وردسته اوستا کار بکنند، نه. پدرشون بهشون داده باشه از طریق خون، نه. هیچ کدومو ندارن، ولی میتونن، استعداد دارن برن به صورت مهارتی کتاب بخونن، استاد ببینن، آموزشش رو تحصیل بکنن. حالا چه مهارت چه فضیلت چه هر دو که نظر سوم نظر صاحبه. معمار سازمان، متفکر استراتژیک، فرصت‌ها 1 و ظرفیت‌ها 2 قابل تبدیل به سود استراتژیک رو باید پیدا کنه. باید ببینه توانمندی‌های سازمان چیه، ولو یه سازمان خیلی کوچیک در حد یک مغازه فروش لوازم خونگی، توانمندی‌ها رو بشناسه، فرصت‌ها رو هم بشناسه که من اصلا الان چه جنسی وارد کنم. اینجا همه میگن داره گرون میشه، من وارد نمی‌کنم. چرا وارد نمی‌کنی؟ چرا وارد می‌کنی؟ چرا می‌خری؟ چرا نمی‌خری؟ چرا می‌فروشی؟ چرا نمی‌فروشی؟ به عهد صفویه پدری زمین می‌خوری. ظرفیت‌ها، فرصت‌ها برای تبدیل به سود. فعلا در شق دوم داریم حرف میزنیم، سود متعارف بازار. خب به تبع کسی که میخواد متفکر استراتژیک و معمار یک سازمان باشه، از لحاظ ذهنی در چارچوب بسیار وسیعی باید بتونه جولان ذهنی داشته باشه. این چارچوب ذهنی بسیار وسیع آیا کاملا مادی است یا میتونه از ماورای عالم ماده هم مؤید باشه؟ اینو الحمدلله غرب بهش رسیده. کسانی که دارای توسعه یافتگی ذهنی هستند
و تونستن معمار استراتژیک یک سازمان بشن، از بیرون مرزهای ماده بهشون الهام میشه. گاه از موقع میبینید یک بچه دبیرستانی تو دبیرستان یک نظریه ریاضی میده، حالا چندمی دبیرستان، دوم، سوم، ولی دنبالشو ول میکنه و این بعدها به اسم کس دیگه ثبت میشه. استفاده از چارچوب‌های وسیع ذهنی برای بررسی، تحلیل و تصمیم گیری در فرصت‌های مناسب. هر کدوم از اینا بحث مفصل داره. امکان داره یک کسی در بررسی اجزای مختلف مار و پله ها ذهن وسیع نداره. شما خانومت 20 مثلا حالا میگیریم 5-6 سال، یک درست میگیم، بعد میگه تو سن زن من رو کجا میدی، همینطوری پرون آنه 25-6 سال. شما در یک اشتباه محاسباتی فکر میکنی ایشون واقعا 25-6 ساله، جسمش عقلش هم 25-6 ساله، و یک صورت مسئله ای رو میگذاری جلوی خانومت که از لحاظ وسعت ذهنی نمیتونه این مسئله رو حل کنه. انتظار زیادی از خانومت داری، بعد فکر میکنی لجبازی میکنه حل میکنی، نمیفهمه. این اتحاد جبری رو این بلد نیست حل کنه، شما بلدی. چرا فکر کردی؟ چون فکر میکنی واقعا عقلش هم 25 ساله. بعضی ها از لحاظ بررسی های ذهنی توسعه یافتگی ذهنی ندارن، بعضی دارن، تو تحلیل مشکل دارن، بعضی نه تحلیلشون هم وسیع، بعضی بسیار دوگمن، بسیار دوگم. تحلیل که میخواد بکنید فقط 0-100، بین 0 و 100 هیچی. اگر بیان بگن که مثلا عرفان شاید زندیق باشه، ابداً، چون رفیق منه، ولی من هر احتمالی در مورد عرفان میدم، هر احتمالی. بررسی تحلیل، بعضی ها که بررسی و تحلیلشون هم وسیعه، تصمیم گیر اصلا نیستن. مثل من که تو حرف زدن شاید من بکنم، اونا تو تصمیم گیری، تو عقل نظری نه، تو عقل عملیشون برای انجام دادن یک کار من میکنن. شما مثلا با خانومت تو همه چیز موافقید، اما توی سفر رفتن مشکل دارید. شما همین الان بگم بریم مشهد، بریم، همین امشب میره. ها ماشین هم نشد، با اتوبوس میره، ولی به خانومت باید 2 هفته زودتر بگی و همه چیز رو باید مهیا کنه برای خودش تا یه مشهد بتونه بره و الی آخر. حالا همین موارد کوچیک که در یک خانواده 2 نفره میتونه تبدیل به یک بحران برهم زننده پیوند بشه. ببینید وقتی با اون 5-6 مؤلفه بره توی اقتصاد کلان توی کشور، چه مارهایی را پس از یک پله میتونه جلوی راه خودش قرار بده. لذا معمار سازمان که دارای تفکر استراتژیکه باید هم توی بررسی، یعنی تعداد احتمالات، هم تحلیل احتمالات و هم تصمیم گیری توسعه یافته باشه. حالا یا به صورت فضیلتی از پدرش و محیط که بهترین حال جمع هر دو، یا به صورت مهارتی درسشو خونده باشه که بتونه فرصت‌های مناسب رو در ظرفیت‌های مناسب رو در فرصت‌های مناسب با توجه به ارتقاء دائمی دانش منجر به راهکارهای نو کنه. تمام این مباحث که گفتیم اگر تبدیل به فضیلت باشه بسیار ساده است. ما میخوایم به اینجا برسیم، به اینجا برسیم که این فضیلت رو در یک مغز، در یک ذهن، مغز عمدن نمیگم، در یک ذهن توسعه یافته چطور میشه ایجاد کرد تا یه نفر بشود معمار نظام اقتصادی یک کشور. آیا باید از لحاظ ضریب هوشی بسیار؟ نه، ابداً اینطور نیست. آیا باید از لحاظ آکادمیک درجه دکترا در بهترین دانشگاه در بهترین؟ اصلاً اینطور نیست. درس‌های اقتصاد رو تا حد دکتراش خیلی ها میتونن بخونن، ترم اول هم که خوندن ترم دوم اولیه یادشون رفته.
اون که داره سرشو تکون میده همینطوره خودش، همینطوری که هم عمدتاً ما اینطوری هستیم. ولی بعضی اصلا درس ناخوانده ملاند، نگاه میکنه نمیدونم خودش برای چی، ولی میگه این جنس رو نخر الان، نمیدونم برای چی. ما میخوایم این فرایند رو مطالعه کنیم، بیرون بکشیم، استخراج بیرون بکشیم و بازسازی کنیم. اینا تو روایات اومده، این اقتدار شیعه هست. این هم ششم. اینایی که پشت سر هم گفتیم رو مجدد عرض میکنم. تو تفکر استراتژیک که چه مهارت باشه چه فضیلت، استفاده از چارچوب‌های ذهنی وسیع برای بررسی، تحلیل، تصمیم گیری تا ظرفیت‌ها رو در فرصت‌های مناسب با توجه به ارتقاء دائمی دانش منجر به راهکارهای نو کنه. هفتم، تو تفکر استراتژیک معمار سازمان، شما سید سعید معمار سازمان مغازه لوازم خانگی النزور تا وزیر آینده اقتصاد کشور، یکی از اجزایی که باید تو تفکر معمار سازمان باشه در متغیرهای درونی تجارت رفتار حرفه‌ای است. بعضیا میگن که ما تاجر حرفه‌ای هستیم. تاجر حرفه‌ای یعنی حریف حرافیم، حریفیم سر کارمون، انقدر حرف میزنیم تا یک قوره رو مویز جلوه بدیم و مویز و قوره رو بفروشیم. منظور ما از این کلمه تداعی اون معنا نیست در ذهن شریفتون. رفتار حرفه‌ای در اسلام به کار، در تفکر معمار به کار بردن اعمالی است، عمل به جای رفتار قبلا روش حرف زدیم، اعمالی است که در سود، فعلا سود متعارف تأثیر بذاره. مثلا دش گرفتن، دش اول، اینا سرمایه هایی بوده که تو این 50-60 سال ما از دست دادیم. الان حضراتی که اینجا تشریف دارن یا اقتصاد خوندند یا خوردند. کدومتون دش میگیرید از یه پدر بزرگ مادر بزرگ؟ لطفاً دست بگیرید. فقط آقای بسیجی؟ صورتتون بخواندی؟ فکر کردم دست گرفتید صورت. قدیمی ها اینطور بودن، اول از خونه میخواستن بیان بیرون از خانجون دش میگرفتن. این خرافه نیست. اینو توی این 50-60 سال صنعتی شدن ما از دست دادیم. متغیر درونی تأثیرگذار در اقتصاد به عنوان یک رفتار حرفه‌ای، یک عمله. حالا فقط کافی است این رو مستند کنید به روایات و بعد بدید دست ارباب ابتلاعات و آزمایشگاه هم میشه ابتلاعات، بگید برید توی نمونه های آزمایشگاهی این رو به صورت مقایسه‌ای خروجیشو در بیارید. از اجزای رفتارهای حرفه‌ای عمل اخلاقی است. این مقدمات. ادعای ما اینه، ادعای شیعه اینه. متاسفانه اونقدر باهاش فاصله پیدا کردیم. این جمله‌ای که میخوام بگم، این گزاره سرمایه قلبی بنده است. این جمله را تو طیف سنی حضرات که اینجا نشستن من بالای 70 سال نمیبینم. 80 سال مثلا. بالای 70-80 سال. اما برای یه پیرمرد 90 ساله اگر این جمله را بگم میفهمه. ما نمیتونیم به عنوان فقط صرفا یک نظریه میشنویم. اعمال اخلاقی به عنوان یک رفتار حرفه‌ای سازوکاری است که در مدیریت تجارت و اقتصاد بدون نیاز به اهرم‌های بیرونی، یعنی بدون نیاز به یک کشور قانونمند حمایتگر دارای بیمه و بدون اهرم‌های بیرونی میتونه عملکرد مطلوب ایجاد کنه. این نظر شیعه است. یعنی تو شعب ابی طالب 3 سال محاصره اقتصادی که یک حصه خرما رو 4 نفر میمکن تا سد جوع بکنن میتونه سود ایجاد کنه. سود یعنی چی؟ اون چیزی که غرب میفهمه، یعنی پیروزی.
میتونه از ته دره بیرون بکشد و برساند به تمدن مدینه. همون کسانی که از مکه فرار کردند بعد 13 سال با اقتدار وارد مکه شدن. با اقتدار وارد شدن. اینو ما بهش توجه نداریم. تو این 40-50 سال به عنوان یک سرمایه فکری لذا الان شما یه سازمان مثلا مثل یه تو خودروسازی یه سازمان تشکیل بدید، کیو میذارید مغز متفکر مدیریت استراتژیک؟ کسی که اینا رو بدونه؟ نه، کسی که غرب خونده باشه. شاخصهای آماری تأثیرگذار در بالا رفتن نرخ رشد سود مادی رو بفهمه. و اگر از رفتار حرفه‌ای که عمل اخلاقی جزئی از اون هست حرف بزنید اصلا میخنده بهتون. تأثیر نماز شب در سود میخنده بهتون. این هم هفتم. عمل اخلاقی به عنوان جزئی از رفتار حرفه‌ای سازوکاری است که در مدیریت تجارت قادره بدون نیاز به اهرم‌های بیرونی ما رو به نتیجه مطلوب برسونه. نمیگم سود چون توش حرف دارم. نتیجه مطلوب. چه مطلوبی شما دارید؟ میخواید پدر جهان بشید، آمریکا، پلیس جهان بشید، این نتیجه مطلوبتونه. بیاید من یه سری رفتار بهتون یاد میدم تا پدر جامعه جهانی بشید، پلیس جهان بشید، همه حرف شما رو گوش کنه. اون سودی که در نظر دارید، حالا چه رسد به این که این سود مرزی رضای خدا در نظام توحیدی باشه. حالا برای این جمله پیش‌فرض آخر، تأثیر عمل اخلاقی در نتیجه مطلوب. همین الانه میشه بعضی از متغیرها رو بنده نام ببرم، اعدادش هم بگم خدمتون. 19 مثلا که انجام بدید ماشینتون فروش بره. ماشینی که هیچ کس نمیخریده، لگن، پیرمرد. راهکار بهتون عرض میکنم، ماشینی که صنعت خودروساز میسازه و میدونه که این ماشین رو راحت میشه درشو باز کرد و دزدی کرد ازش و بعد میاد خودش یه چیزهایی رو تولید میکنه در جامعه به فروش میرسونه که عملاً سیستم ایمنی ماشین رو تقویت میکنه. الان به صورت موقت مقطعی میتونم چیزی بهتون یاد بدم، روی شیشه بنویسید، در ماشینم قفل نکنید، دزدم نبره. حتی اگر همون مغز متفکر صنعت خودروسازم باشه نمیتونه، اصلا تیررس این ماشین نمیتونه بیاد. تأثیر عمل اخلاقی به عنوان یک رفتار حرفه‌ای تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید 2 شرط بهش اضافه بشه، یکی دائمی و یکی سیستمی. دائمیش پیداست، یعنی نه اینکه مثلا شما اومدید روی شیشه‌تون نوشتید یا علی، خط کشیدید 110 پایین نوشتید، اینا الان نمیبره، ولی اگه برف اومد روش و این شسته شد دوز میبره. و دائمیش پیداست. اما سیستمی یعنی چی؟ یعنی جایگاه ناخونی که 5 شنبه میگیری یکشون میگذاری تا جمعه، این تو کدوم قسمت از جیبه تعداد پول رو زیاد میکنه؟ رزق من حیث لا یحتسب. گاه از مواقع اون عاملی که میخواد این رزق رو به شما برسونه یه بشر عادیه، یکی رو میفرستن این پول رو میده بهتون. گاه از مواقع عامل غیر مادیه، همینطوری یه مرتبه تو جیبتون پول میاد. کدوم یکی از این عوامل گفته شده رزق من حیث لا یحتسب را به کدوم یکی از این اشکال دوگانه برای انسان ایجاد میکنه؟ این توی جایگاه سیستمی، توی اون
رفتار حرفه‌ای و جایگاهش معلوم باشه. این 8 مفروض بود، یعنی مقدمت البحث بود، دیباچه بود. تو هر کدوم از این 8 حضرات ایراد بگیرن از کمترین، چون میخوایم به جایی برسیم که در نمونه آزمایشگاهی خونه خودمون اعمال بکنیم، ببینیم چگونه آسانگیری بر زن و بچه، چگونه حسن الخلق و با فاصله چند ده کیلومتر تا امیر حضور تأثیر میذاره. عوامل درونی، حالا بیرون هر چی میخواد دلار گرون بشه. من کاری با اون ندارم. همه میگن که این یخچال رو بخر، این گرون، کاری ندارم. این سرمایه‌شی است. بعد از این 8 مقدمه مفروض که انشاءالله پیرامونش مباحث هم فرصت خواهیم داشت، مباحثه خواهیم کرد، میخوایم ببینیم در بحث دوم آیا دانشمندان غربی، فقهای کتاب تکوین، نسبت به انسان محوری اقتصاد که قبلا حرف زدیم حرفی در رابطه با عمل اخلاقی زدن یا خیر؟ عمل اخلاقی به عنوان یکی از اجزای رفتار حرفه‌ای برای ایجاد نتیجه مطلوب به صورت دائمی و سیستمی، نظرشون در رابطه با تأثیر این در آن چیست؟ اگر حرفی زده باشن دیگه نیاز نیست چرخ رو از نو اختراع کنیم. کافیست بیایم اون چرخی که اونا اختراع کردن با کلی پدر ازشون در اومده و پوستشون کنده شده، 50 سال 70 سال طول کشیده تا این چرخ رو بسازن، بیایم اون چه که از نقل به ما رسیده است را وصل کنیم به این چرخ تا این چرخ متکامل بشه. این انشاءالله الرحمن خیش و شخم ذهن شریفتون تا نشسته پسین برای بحث باشی. بسم الله. عمل ضد اخلاقی نتیجه عکس. تو این 2 موردی که گفتیم بله، ولی قبلا هم در مورد خاطرتون نبودید شما زنا و اینها گفتیم بعض از اعمال ثبوتاً تأثیر داره اما سلباً تأثیر نداره، بعضاً ثبوتاً و سلباً تأثیر داره. تو این 2 که گفتیم بله، هر دو روی سکه تأثیر داره. حسن الخلق و سوء الخلق، نرم خویی و سفتگیری، هر 2 تاش تأثیر. چی؟ نمیدونم، اون مربوط به علم سیاسته، من بلد نیستم، نمیدونم، من بدونم هم جاش اینجا نیست. فرمایشی باشه. شاید حالا برخی از رفقا فکر کنن که این ماه مبارک رمضان در مورد پول حرف میزنی، چقدر کج سلیقه‌ای، بیا در مورد معارف، عرفان، یه حالی، یه شوری، یه گریه‌ای. درسته، میرسیم به گریه‌تون هم در میرسیم بشه. همه اینا مقدمت البحث برای فهم کلام امیرالکلام حضرت امیر. هر بچه‌ای که نمیتونه ولو با بزرگان میپره حرف بزرگان رو بفهمه که همه اینا مقدمه است. فرمایشی باشه. خدایا به عزت و جلالت حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین قائد قر المحجلین و یعصوب الدین اسد الله الغالب مولانا و سیدنا علی بن ابی طالب به همه ما توفیق فهم و تفهیم و عمل به معارف نهجشون مرحمت بفرما. قلب نازنین حضرتش از زندگی مادی و معنوی ما راضی و خوشنود گردان.
دست ابالسه و شیاطین از پهنه زندگی فردی و جمعی ما رفع و دفع گردان به نبی و آله.